21 ایونی سال 1941 بعد آنکه گرمانیای فاشیستی احچیکنانه به خاک شوروی هجوم کرد، روزهای 7 ایولی سال 1941 با کمیسریت حربی شهر استالیناباد 2503 عریضه درباره اختیاری به جنگ ضد فاشیستان و از این 745 عریضه از نام زنها داخل گشته بود. موافق آمارها در دوام سالهای 1941-45 از تاجیکستان نزدیکی 300,000 جنگاوران به جنگ رفتند و 50,000 دیگر باشد برای کارهای فرانتی روان کرده شدند که بعد بسیاری از آنها نیز به جنگ فرستانیده شدند. این شماره برای جمهوری که همان سالها یعنی سال 1941 1,500,000 نفر اهالی داشت نهایت بسیار است و این ملت در این جنگ زیاده از 100,000 عسکر و کماندیران و هیئت راهبری کننده را از دست داد. اگر این قهرمانان هلاک شده از میدان دوستی دوشنبه میگذشتند، این پرد 15 ساعت دوام یافت. این نوارها را من میخواهم به قهرمانی و جانبازی های خلق خود تاجیکان بخشم. اگر شما تا حال به کانال اگرو تک تیجی ابونه نشده باشید، حتما ابونه شوید و لایک موندن را فراموش نکنید و با دیگران تماشایش را توصیه دهید. همساله روز 9 می در جمهوری سابق SSR روز غلبه بر فاشیسم با شکوهانه جشن گرفته می شود و شادی نموده همدیگر را تبریک می کنند. پیشتر سخنان نویسنده روس به یادم آمد که خوانده بودم و او می گفت ما نباید از غلبه خود شادی کنیم، بلکه ماتم سوگواری و یادآوری آنهایی را کنیم که جان عزیز خود را در این جنگ از دست دادند. و مثال می آورد که شخصی در خانه خود می آید و می بیند که دشمنانش زن و کودکان و عائله او را کشتند و او کوشش ها به خرج داده دشمنش را نیست می کند. چی او باید از این تمام عمر خرسندی کند؟ جانی از دست داده نزدیکانش را کی به او برمیگرداند؟ چی او باید فخر کند که زور است و دشمن را نیست کرد؟ نه، او میگوید که باید این شخص غصه جانی نزدیکانش زن و فرزندش را خورد. امروزها اساساً روس‌ها بسیار میخواهند که کارنمایی های دیگر ملت ها را نادیده گرفته غلبه را با نام خود خلق روس نسبت دهند. ولی در این حاشیه کارشناسان میگویند که اگر یاری اساساً خلق آسیای میانه نمیشد، روسیه در روزهای کوتاه شکست خوردنش ممکن بود. و چنانکه که خودی روس‌ها میگویند крепкое тело крепкий фронт و این عقبگاه پرقوت و بی‌منت برای روسیه آسیای میانه به حساب می رفت. بسیاری ها می گویند که بغیر خود ما تاجیکان دیگر کس درباره این قهرمانی ها در یگان جای نمی گوید. پس از گفتن ما چی فایده؟ لیک این طور نیست. اگر ما خود نیز این قهرمانی و جانبازی های پدر و بابایان و مادران خود را فراموش کنیم، پس ما از آنها چه فرق داریم؟ من نمیتوانم خاموش مانم تا قهرمانی مردان و زنان تاجیک نادیده گرفته شود و برای تقویت این فکر من یک چند فکت ها را گفته میگذارم و این قهرمانی ها باید فخر و عبرت ما باشد. اولا درباره کارنمایی های تاجیکان در فرانت. در آخر ماه اکتبر سال 1941 از ایستگاه راه آهن 20 دیویزیای سواره به فرانت روانه کرده شد. در محاربه استالینگراد باشد سال 1942-1943 61 دیویزیای سواره تاجیکان که اساساً از مردم حصار، کلاب، پامیر و دیگر منطقه های تاجیکستان تشکیل یافته بود، کارنمایی بزرگ نشان داده سهم کلیدی برای غلبه را اجرا کردند که این محاربه تقدیرساز برای ارمیای سرخ به حساب می رفت. دو جنگاور تاجیک مستقیما در تامین امنیت در کنفرانس تهران 1943 شرکت ورزیده بودند. این نخستین ملاقات راهبران سه کشور پیشرفته ضد فاشیستی استالین، SSR، روزولت، امریکا و چرچیل بریتانیای کبیر بود. چنانکه که بالا قید کردم سالهای 1941-1945 به فرانت نزدیکی 300,000 رفته 100,000 از آن جان خود را از دست دادند که اساساً جوانان بودند. تاجیکان در همه محاربه های این جنگ به ضد فاشیستان اشتراک کرده قهرمانی ها نشان داده بودند. برای مردانگی و جسارت در میدان محاربه ها 56,000 تاجیکان با اردن و مدال ها سرفراز گشته 57 نفر از آنها درجه عالی ترین یعنی قهرمان اتحاد سوویتی را نایل گشتند. 19 نفر دیگر سزاوار 3 اردن شرف گشتند. از جمله قهرمانان اتفاق سوویتی قهرمانی تویچر جیگیتوف را قید کردن ضرور است که جوانی 21 ساله ماه ایون سال 1942 بعد آموزش کوتاه مدت به فرانت فرستانیده شد. او سال 1942 برای تامین غلبه در دهه سمیردینی ولایت تاسنتسک ولایت لنینگراد
قهرمانی الکساندر ماتروسوف را تکرار نموده با تن خود نقطه پلیمیوتی دوزاتی دشمن را پوشانید. این قهرمانی تاجیک بچه به دیگر اسکران شجاعت بخشید و آنها به هجوم گذاشته این نقطه مهم را از دست آنها آزاد کردند و فقط ماه فوریه سال 1944 با توصیه فرمانده پولک تیراندازی 1064 که تویچی در آنجا خدمت کرده بود با او عنوان قهرمانی اتفاق سوویتی بعد از وفات داده می شود. در همان دوره هم راستی بسیار از قهرمانی مردم آسیای میانه نادیده گرفته می شد. قهرمانی جوان دیگری 19 ساله از دهه پالیزک ناحیه غرب تاجیکستان حیدر قاسیموف که سال 1941 به صفهای ارمیای سرخ پیوسته است نیز جالب است. او همچون کماندیر ارتشات روتای مینیمیاتی 229 فرانت مرکزی خدمت کرده است. در وقتی گذشتن از دریای دسنه نزدیکی شهر چرنیگوف ماه سپتامبر سال 1943 کماندیر روتا کشته شد و حیدر قاسیموف فرماندهی روتا را به دوش خود گرفته با یک مهارت کاردانی هیئت شخصی را با تلفات کمترین از دریا گذرانید. پلацдарم لازمه را با جنگ گرفتند. در وقت محاربه او شخصا خودش انبار لوازمات جنگی دشمن را ترکانیده یک وзвод جنگاوران دشمن را نیست نابود کرد. با اوکاز پرزیدیوم عالی اتفاق سوویتی از 16 اکتبر سال 1943 با او برای مردانگی و شجاعت قهرمان اتفاق سوویتی با دادن اردن لنین مشرف گشت. این چنین او دارنده اردن جنگ بزرگ وطنی درجه 1، اردن بیرق سرخ، اردن ستاره سرخ و دیگر مکافات‌ها به حساب می رود. هادی کنجایف باشد در محاربه کورسک در ولایت بلگراد 6 هفته ایول 1943 بعد وفات کماندیر فرماندهی پولک را به دوش گرفت. در این حالت فاشیستان با 24 تانک های وزنین به هجوم گذاشتند. کنجایف به توپچیان فرمان داد که تانک ها را مانند که نزدیک بیایند. بعد در وقتی نزدیک شدن یک باره 4 تانک دشمن را زدن نیست کردند. وقتی که سربازان رسشاتی توپچیان یاردار گشتند، هادی خود با 3 تانک دیگر دشمن را آتش گیراند. وقتی که سناریاد دشمن توپی او را از کار برآورد، او با 3 مرتبه یاردار شدنش نگاه نکرده یارق زیر تانکی را که نیم ویرانه بود گرفته شخصا خودش 4مین تانک را از کار برآورد. تنها بعد این کارنمایی ها او را به بیمارخانه صحرایی بودند. کارنمایی او را به نظر گرفته 21 سپتامبر سال 1943 با اوکاز پرزیدیوم عالی SSR سرژانت کنجایف هادی سزاوار عنوان قهرمان سوویتی گشت. تاجیکان در برابر دیگر ملت‌ها در این جنگ پردهشت همه‌روزه قهرمانی ها می‌کردند. برای یادآور شدن آنها سالها نمی‌رسد. همین طور کارنمایی‌های 57 نفر تاجیکستانیان سزاوار این عنوان قهرمان اتفاق سوویتی گشتند. در برابر مردان سهم زنان نیز کم نبود. تخمین 1 سال پیش در شبکه‌های اینترنتی گریختن جوانان و بازور یعنی ابله با قوه‌های مسلح تاجیکستان جلب کردن آنها را دیده دختری جوان 18 ساله از قبادیان دلنازه کریمова تیار بودن خود را برای خدمت در قطار جوانان ابراز نموده بود و بسیاری ها در کامنتاری‌های خود نوشته بودند که جای زن در ارتش نیست و او را ملامت هم کرده بودند، لیک خودشان خدمت کردن نمیخواهند. پس چی باید کرد؟ محافظت وطن را با کی باید سپرد؟ سوال است برای تاجیکان بی جواب. ولی در سالهای اول جنگ و بعد زنان تاجیک با اختیار خود به جنگ رفته در قطار برادران و پدران خود مردانه با ضد فاشیستان مبارزه برده بودند. تاریخ‌نگار تاجیک پروفسور راحت نبی‌یوا که درباره قهرمانی‌های زنان تاجیک سالهای زیاد زحمت کشیده کتاب زنان تاجیک در سالهای جنگ بزرگ وطنی را نویسانده است. او می‌نویسد در سالهای جنگ 1941 1945 در محاربه‌های ضد فاشیستان 32000 نفر زنان تاجیک اشتراک نمودند که از اینها 350 نفر سنایپریست ها، 1420 نفر автоматчи ها، 435 نفر تلگرافیست ها، 3750 نفر تلفنیست ها، 4195 نفر عسکر و چند صد نفر دیگر کارمندان تیبی را تشکیل می‌دادند. او می‌نویسد که نینا لیوبوفسکایا از تاجیکستان یکی از سنایپریستان فقط در نزدیکی مسکو 89 نفر فاشیست را که بسیارش هیئتی راهبری کننده بودند نیست کرده است. قهرمانی‌های جوان دختر 18 ساله محبوبه تورسونووا را گفتند ممکن است که همچون جاسوس در افغانستان فعالیت نموده گروه دیورسیونی رزویدکای گرمانیا ابویر را آشکار کرده است که با واسطه افغانستان با ولایت ختلان برای کارهای دیورسیونی گذاشته بودند.
اینچنین سببی نیست کردن دسته دیویسیونی 50 نفره با راهبری دولت موسی گشته است که تا سالهای 1944 در ولایت ختلان غارتگری میکردند. قهرمان دیگر صفیه نیازова در دوام 5 سال جنگ هزارها نفر را از میدان جنگ بیرون کرده آنها را نجات داده است. در حالتهای ضروری باشد عراق با دست گرفته جنگ کرده است. لوچکزنهای تاجیک اویگول محمدجانова، اینام قربانова، سعادت علی بویeva، جنت رحیمova، تحفه همسریeva، سعادت سنگینova، صوفیه محمدova خود را همچون زنان جسوری در خاک تاجیک تولد شده نشان دادند. اویگول محمدجانova و اینامجان قربانova باشند یکی از لیوچکزنهای قهرمانی جنگ بودند. هرچند برای کارنمایی‌هایشان با اردن مدال سرفراز شده باشند هم باید با آنها قهرمان جنگ بزرگ وطنی داده میشد. ولی راحت نبیه و می نویسد در روزهای اول از شهر آن وقته خردکک استالیناباد 200 زن اختیاری و حتی از ناحیه دوردست غرب در مدت 1 ماه 57 نفر زن عریضه اختیاری به جنگ رفتن را دادند. در بایگانی یعنی ارشیف‌ها تال حجت‌ها عاید کارنمایی‌های زنان تاجیک در دوره این جنگ وطنی محفوظ است که این حجت‌ها شاهدی آن را می‌دهند که زیاده از 500,000 زنان بعد از آن که قریب همه مردان به جنگ رفتند آنها در کارهای وزنین مردان خود را عوض کردند. تاریخ سویتی در این باره نه همیشه آشکارا نقل میکرد ولی شاهدان میگویند که زنان آن گونه کارهای وزین را اجرا میکردند که نه هر مردی امروزه از اجرای آن میبراید. آنها خود نمیخوردند نمیپوشیدند همه چیز را به فرانت برای غلبه میفرستانیدند. اشک چشمان مادر تاجیک دیر باز تر از آن مانده بود که فرزندش از گرسنگی و بیماری در دستش جان میداد اما او نمیتوانست کاری کند. آری تاریخ سویتی در این باره خاموش بود. زنها تمام دارایی خود از طلای و نقره که از گذشتگانشان یادگاری از جمله گوشوار و دستپانه و گردنبند مانده بود برای غلبه خیر میکردند. این هم یکی از سبب‌های است که مردم تاجیک نادار ماند. از مبلغ جمع کرده مردم تانک و سماریات‌ها با نام کالخاشی تاجیکستان و کمسامار تاجیکستان ساخته شده در فرانت جنگ میکردند. کارخانه‌های کلان و خرد زیاد در مدت کوتاه در تاجیکستان ساخته شد که برای فرانت گرانت‌های دستی از پخته مهینخی که فقط در تاجیکستان کش میشد پاراشوت‌ها ساخته میشد. سال 1942 در تمام اسسر معرکه جمع‌آوری مبلغ خیری سر شد و از این تاجیکستان نیز بی‌طرف نماند و خود همان سال با 150 واگن با تحفه‌ها و به لنینگراد 50 واگن خوراک و پوشاک فرستانیده شد. در دوام جنگ برای کارهای محافظتی و آمادگی لشکر سرخ از تاجیکستان 1 میلیارد سوم سوئیتی فرستانیده شد. اکنون خود قضاوت کنید که سال 1940 1 گرم طلا 4 روبل و 45 کپیک ارزش داشت. دیگر کرده گویم تاجیکستان به جنگ 225 تن طلا فرستانید. در دوام جنگ وطنی تاجیکستان 650 تن گندم، 36,000 تن گوشت، 19,000 سر اسب، 10 میلیون بانک کنسرو، این چنین مخصوص کنسرو از چهارمغز ناتیار یعنی خام در کمینت لیلیناباد تیار کرده با جنگاورانی که در شمال جنگ میکردند فرستانیده میشد که تا جنگاوران کسلی سینگ نشوند. صنعت تاجیکستان برای جنگاوران لباس خدمتی از پخته، پاترون و پاراشوت‌ها تیار میکرد. برای عسکران سرخ 3000 ماشین بارکش، 100,000 تراکتور، 178,000 تن نخ پخته، 770 تن ابریشم، زیاده از 5 میلیون متر متای ابریشمی، هزارها جفت پایافزار فرستانیده شده بود. زواد مکانیکی آرژینکیتزه برای فرانت گرانات‌های F1 از کوههای رامید و تکاب فلوارید کارکرد کرده میشد که برای اپتیکای جنگی و دوربین سازی استفاده میشد. اینچنین مالیبدن و والفرام برای صنعت در کنای تاجیکستان کارکرد میشد. همین کارهایی که گفتیم زنهای تاجیک اجرا میکردند. همچنین تاجیکان 600,000 گریزه‌های جنگ از این 100,000 کودک را در تاجیکستان قبول کرده خود نخوردند ولی نماندند که آنها گرسنه مانند. در استالیناباد بیمارخانه برای جنگاوران عمل میکرد که جنگاوران یاره‌دار در اینجا دور از فرانت در شرایطی بهتر شفا یافته باز به فرانت برمیگشتند. راستی همه این کارنامه‌های تاجیکان را و خدمت آنها را در این جنگ گفته گذاشتن امکان ندارد ولی همین را نیز قید کردن ضرور است که تاجیکان در دوره این جنگ در خدمت جاسوسی که یکی از دشوارترین و خفناکترین به حساب رفت خدمتی بزرگ هم کردند.
نماینده خدمات انکشافی یعنی رازویدکاچیون در داخل هیئت راهبری کننده فاشیستان کار میکردند. با مانند ریچارد جیس، نیکولای کوزنتسوف، کیم فیلی، الکساندر مدویدوف و دیگران نمایان سابق اتفاق شوروی در جنگ دوم جهانی بودند. نام آنها همیشه در تاریخ ثبت شده است. از سرزمین تاجیکستان نیز رازویدکاچیان با شوروی خدمت میکردند که به غلبه عمومی مردم شوروی بر فاشیسم خدمت ارزنده کردند. یکی از آنها هموطن ما برهان رحیم مونزی نویش میباشد. همه موادها درباره او و دیگر افسران خدمات انکشافی در تاجیکستان محدود کرده شدند و در آغاز سالهای 2000 جمع آورده شدند. بعد از این یک قطار نشرهای آنها در مطبوعات رسمی پیدا شدند. حیات و فعالیت خدمات درباره بورخانوف خیلی جالب و مرکب می باشد. یوری سیمیونوف یکی از اولین ژورنالیستان است که دسترسی به آرشیوهای کگب استر و افراد مخفی در تصویر شتیلریتز که در ساختارهای راهبری کننده فرماندهی نظامی آلمان وارد کرده شدند شناسایی پیدا کرده است و گفتی او یکی از پروتوتیپ‌های شتیلریتز و کارمند خدمات رازویدکا برهان رحیم باشد. بنابراین او در بین ما شتیلریتز تاجیک شناخته شده است. وی در عائله ذهنی تولد شده نقش مهم در رشد او از جانب پدر او شاعر تاجیک و نویسنده ابتدای عصر 20 میرزا عبدالواحد برهانزاده که در ادبیات تاجیک با نام منظم شناخته شده است نقش مهم دارد. او یک چند زبانها از جمله عربی، فارسی، انگلیسی، آلمانی و روسی را نظم می‌دانست و کوشش می‌کرد که به پسرش رحیم این دانش‌ها را بدهد. رحیم نیز که قابلیت ذهنی خوب داشت این زبانها را خوب از خود می‌کند و با هیئت فرماندهی نظامی آلمان داخل می‌شود و به شکست آلمان یاری خود را می‌رساند و تقدیر و کارنمایی‌های او جالب و مشکل است. بعد جنگ او را به مدت 10 سال حبس می‌کنند و در ماه نوامبر سال 1973 رحیم برهانوف در تاجیکستان وفات می‌کند و از او یک چند عدد نوشته‌ها از جمله ادبیات لغوی زبان آلمانی و تاجیکی به مقدار 10,000 کلمه باقی میماند. این است عاقبت قهرمانی ها. اگر وقت دست یا درباره این مرد جسور یک نوار به شما پیشکش میکنم. در آخر همین را قید کردنیم. خدمت مردم تاجیک که تا حال نادیده گرفته می شود برای غلبه با قیمت جانی از هر سه یکی و جانیساری های زنان تاجیک در رقیبگاه به دست آمده است. در آخر به کانال یک را تخت جی آبونه و لایک ماندن را فراموش نکنید. با ما باشید.